اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی محمد النبی الامی و علی آله الطیبین الطاهرین الاجمعین و اما بعد. دوستان و عزیزان، اصحاب صفه کسانی بودند که نه زنی داشتند، نه بچه‌ای داشتند، نه خونه‌ای داشتند، نه خانواده‌ای داشتند. خودشون را وقف اسلام و نبی اکرم کرده بودند و تمام احادیث را یاد می گرفتند. تمام حالات، رفتار، کردار، سکنات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را یاد گرفته و عمل می کردند و انجام می دادند و خداوند اینها را خیلی دوست داشت. با اینکه حتی لباسی هم بر تن نداشتن، کهنه، فقط اطراف شرمگاهشون می پوشیدند. خب از کجا میگیم ما خدا اینها را دوست داشت؟ به خاطر اینکه خداوند در آیه میفرمایند یا ایها النبی وادعو نفسک مع الذین یدعون ربک بالغدو والآصال. شما نفس خود را با کسانی که صبح و شام خداوند را ذکر میکنند برو و مقید بکن و با اونها بشین. یعنی منظورش اصحاب صفه است. اصحاب صفه کسانی بودند که همیشه میگفتن حل من مزید. حل من مزید در 3 جا گفته میشه. یکی دوزخ زمانی که پر میشه، خداوند دوزخ میگه خداوند باز هم هست، حل من مزید دیگه هم هست، به هم بده. و اونجا خداوند پای بلا کیفش را در دهان دوزخ میگذاره و دوزخ پر میشه و میگه دیگه هم میخوای، میگه نه بس دیگه، با همون دهان پر میگه بس دیگه. و حلم مزید را عارفی میگه که هرچی از معرفت الهی مینوشه سیراب نمیشه. و حلم مزید را کسی میگه که دنیادار هست و دنبال پول و مال و ثروت هست و هرچی تلاش میکنه سیر نمیشه و اونم میگه حلم مزید و چشمانش رو فقط خاک گور پر میکنه. دوستان و عزیزان محترم، ببینید در آیه 15 سوره مؤمن خداوند میفرمایند رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره الی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. این آیه خیلی آیه محکم و خیلی آیه پرمعنایی هست. میگه خداوند میگه من بالا برنده درجات هستم به سمت عرش، هر کسی را که بخواهم. و چطور بالا میبرم؟ روح خودم را القا میکنم بر شخصی که دوستش دارم و اون را میخواهم بکشونم به سمت عرش تا این روح من او را از عذاب من بترسانه و به رحمت من امیدوارش بکنه و این شخص آگاه بشه و به سمت عرش بیاد و معرفت و علم و حکمت و دانش داشته باشه و همت و توانایی والای بهش عنایت میکنم تا بتونه خودش را به مقامات فنا و بقا